بخورین. بله آقای فاطمی، اگر بپرسم، شما یادآوری کردین از اسرائیل که اسرائیل هم از نقشه دیگه طرف خواهد شد. پرسان اینجا این است که آیا جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران، این مثلث دوام خواهد پیدا کرد؟ بله این جنگ دوام پیدا میکنه، با وجود از که امریکایی‌ها تمایل به مذاکره دارن، با وجود از که دین روز محمد بن سلمان به پزشکان زنگ زده، صحبت کرده و از طرف اردوغان هم بعضی اشاره دادن، چرا که امریکا بد رقم گیر آمده. امریکا از لحاظ اسلحه بسیار چیز شده، رادار، سیستم رادارش از بین رفته، سیستمی که به اینا راهنمایی میکرد که چطور میزایره را دمیرویش بگیره، او سیستم خود از دست دادن. مراکز به حساب مثل فلیت 5 خود که در اونجا قوای پنجم بحریش بود، او از بین رفته. میدان هوایی العدید که پایگاه 10,000 بود، او از بین رفته. به امیر رقم اینا در خود اسرائیل پایگاه های دفاعیش از بین رفته. اینا پایگاه های دفاعی را از کشورهای عربی و کشورهای اروپایی دارن انتقال میتن به اسرائیل. یک چیز جدیدی از اینا است. دومی است که میزایلای تادشان 70% کاهش پیدا کرده، میزایلای پترایتشان 50% کاهش پیدا کرده و ایران تازه گرم آمده، میزایلای جدید کشیده میره، کاغذ پیک و زده میره. فتای چهارم و خیبر شکن 4 دو میزایلای بنکر بستری بود که دیروز به سینه های اینا در اسرائیل رسیده و هیچ میزه نبوده که دمیرویش بگیره. بنان ایران به اساس پلانی که جور کرده بود در 3 مرحله ایران، امریکا و اسرائیل زده. مرحله اول از میزایلای سابقه و کونی خود کار گرفت، میدان بر خود پاک و صفا ساخت. در مرحله دوم زد سیستم دفاعی از اونا را از بین برد، میزایل و اینایشان از بین برد. در مرحله سوم شروع کرد با میزایل قوی خود، بنکر بسترهای خود که در قلب تل آویو در اوجایا زده میرن و اونا را از بین برده میرن. بنان ایران به اساس یک پلان به پیش میره و از او خاطر ایران تصمیم مذاکره در این مرحله نداره. به اساس گفتی بعضی از ایرانی ها میگن که این موقع تاریخی را که ما به دست آوردیم که ما باید اسرائیل ختم کنیم، این موقع را باید به اساس یک مذاکره از دست ندیم، چرا که مذاکره صورت بگیره اسرائیل نجات پیدا میکنه، اسرائیل دوباره خود قوی میکنه، باز دوباره حمله میکنه. بنان امی وقتش است که نفسش در برآمدن است، زدنش لازمی است. از بله آقای فاطمی، اما ترامپ گفته اسرائیل اونجا ایران اسرائیل میزنه و ما در اینجا پاکستان میزنیم. این دو اسرائیل اردویش. آقای فاطمی، اما ترامپ گفته که از انتظار ما زیاد به دست آوردیم، انتظار ما قدر نبود، نه پلان قدر بود، ولی پیشرفت ما زیاد است در ایران. یک سوال اینجا مطرح است که چرا آقای ترامپی گفتنی ها را گفته، و سوال دوم، آیا جنگ زمینی امکان داره آقای فاطمی در ایران؟ با اساس گفته های خود مبصرین امریکایی، جنگ زمینی را به هیچ قیمت نه مردم امریکایی اجازه میتن، نه کانگرس اجازه میتن. امیال هم جنگی را که دونالد ترامپ شروع کرده جنگ غیر قانونی است، چرا که با اساس قانون امریکا باید به کانگرس میرفت و از کانگرس اجازه میگرفت. ای از کانگرس اجازه نگرفته، بنان جنگ خلاف از است. فعلا به پول ضرورت داره، 400 میلیارد دلار مصرف از این جنگ است. این 400 میلیارد دلار را باید از کانگرس اجازه بگیره که 50 میلیاردش در قدم اول برای خریداری میزایل‌های جدید است. در اون صورت کانگرس 70 تن از سناتورا امروز یک درخواستی، یک پیشنهاد جور کردن، گفتن که جنگ خلاف قانون است، باید زودتر متوقف شود و بمبارد ایران بند کنن. دومی است به گفته خود از مبصرین، یک از مبصرین از اینا جگلن داگلاس مکگریگور است. جگلن داگلاس مکگریگور میگه که جنگ از تصورات ما به دور بوده. امریکا برای مردم خود دروغ گفت و از راه دروغ به پیش رفت. اسرائیل کاملا در خطر است. ایران دست بالا پیدا کرده. ما از 6,000 کیلومتر به دوری اکمالات کرده میریم، در حالی که ایران در خطه خود و سرزمین خود از مادر وطن خود دفاع میکنه. بنان به اساس گفتی خود امریکایا که امریکا بازی را باخته و ایران دست بالا داره، بنان ضرورت نیست که ما تحلیل و تجزیه خود براتون بگویم، خود امریکایا تحلیل
تجزیهشان اینمی است که این جنگ امریکایی عملا باخته و صرف به حساب بلافینگ میکنن، سر و صدا انداختن که ما ایران بد رقم زدن، چرا که خود دونالد ترامپ گفت 3000 حمله کردن. 3000 سنگ هم که کسی با یک جای بزنه او جای حتما شگاف میشه. با 3000 میزایل که هر میزایلش هم یگانتش 5000 پوند است، بعضی 10000 پوند است، تا 20000 پوند را اینا بم زدن، بنان خرابی کردن. اما به او رقمی که اینا میگن که 90% میزایلش از بین رفته، این کاملا غلط است. ایران 120 زیربنای شهرک‌های میزایل دارد. سوال دیگر که آقای فاطمی بله سوال دیگر که مطرح است آقای فاطمی است که چرا ایران از میزایل‌های هایپرسونیک یا مافوق صدا زیادتر استفاده نمیکنه و در پهلویش آیا پروگرام میزایل ایران آنقدر پیشرفت رفته که اینترکانتیننتال بالستیک میزایل یا قاره‌پیما هم داشته باشه که اگر ضرورت باشه متحدین آمریکا، متحدین ناتو و کشورهای اروپایی را هم نشانه کنه؟ من قبلا براتون تشریح کردم ایران در 3 مرحله جنگ کرده. در مرحله سوم بعد اسلحه سوپرسونیک خود دست زده و فعلا هم 2 میزایل را که دور استعمال کرده، فتح 4 و خیبرشکن 4، اردویش هایپرسونیک است. هایپرسونیک و 15 ماک است. 15 ماک یعنی 15 برابر مافوق صوت صدا است، یعنی ای در فی ساعت 11500 کیلومتر فاصله را طی میکنه در فی ساعت. اینا شما فکر کنید که 11500 متر در فی ساعت این فاصله را، این مافوق ساوند است و این میزایل تازه اینا کشیدن. تا بالا که استعمال نمیکردن از خاطر استعمال نمیکردن که مراحل که اونا میخواستن طی کنن رو طی کردن. حال اونمو را که استفاده میکنن دمیروی زور امریکایی‌ها و اسرائیلیان ندارن دفاع زور که دمیروی زور بگیره. اینا از او خاطر هر میزایلش به جای نمیشه، به جای میخوره، هدف خود میزنه و هدف خود منهدم میکنه و چیز. از این بابت ایرانی ها قدم به حساب برداشتن و از این خاطر اونا دارن پلان بعدی از ایران موضوع جنگ نیست، موضوع جمع کردن گلم امریکا از منطقه است. شما دیدین در 24 ساعت گذشته بعد از صحبت‌هایی که پزشکان کرده بود که ما حمله نمی‌کنیم، دیدین که بالای چیز حمله کرد، بالای مرکز آمازون کلاود داتا سنتر. در آمازون کلاود داتا سنتر که زد، این مرکز مغزی تمام ساتلایت امریکا در منطقه بود و این مرکز با میلیاردها دلار مصرف شده بود، را جور کرده بود و مرکز تجارتی از اینا بود. تمام ساتلایت های امریکا در منطقه از این طریق کنترل میشد. این را دیروز برش از بین برد. بنان داره گلم امریکا را از منطقه جمع میکنه. وقتی گلم امریکا از منطقه جمع شوه، اسرائیل در منطقه یتیم میمانه. با دو صورت باز هیچ کشور هم ضرورت نیست، همین حماس و حزب الله برای اسرائیل کافی است که سرش بشکنانه و بزنه، چرا که دو وقت بسیار تضعیف خواهد شده بود. فعلا اسرائیلیا صحنه خود نشان نمیتن، میدان خود نشان نمیتن. اما شما اگر فیلمایی را که خفیه مبرای ببینین، وضع اسرائیل نهایتا خراب است، بالخصوص با مای کلاستر یعنی با مای خوشه‌ای ایران به طور خرابی کرده که اینا در تصورشان هم نبود. بعد از با مای کلاستر آلی با مای بنکر بستر که استعمال کرده میرن، این دیگه هر تعمیر که اسرائیل جور کرده او را از بیخ و بنیاد، امیر رقم که به تعمیرات چیزا میزدن در غزه و ما و شما دل ما خونین میشد به او که مردم مظلوم غزه را خداوند این امیر رقم ابابیل برابر کرده. هر آسمان خراش که با یک بنکربست میزنه از زیر و بنیاد بر شپیش میکنه. یک مخروبه جور کردن از اسرائیل. الحمدلله انشالله این بار دیگه برش موقع نمیته و ایرانی‌ها ایره درک کردن و بهتر است که به جنگ ادامه بدن. در ایران دست بالا پیدا کرده و انشالله این دشمن از زده میتونن و دست بالا پیدا میکنن. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی بلال فاطمي صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه او ستاسو ګټورو معلومات څخه نړۍ منندوی یم. کور آباد چې وخت مو راکړ. عزتمند اورېدونکو انعکاس هم پر همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.